در حقیقت انسان ستمکار و کافر نعمت است. اصلا ما انسان ها در عموم نه قدر نعمت های خدا را می دانیم، نه قدر خوبی بنده اش را. دست دهند از آرنج می قپیم، 10 دهند 20 می گوییم. بعضا در عوض خوبی بدی می کنیم، بعضا به جای رحمت گفتن لعنت می گوییم. نفس انسان را تنها خاک گور قانع کرده می تواند، خلاص. در این شک و شبهه نیست. اما اگر رفتار مردم شما را سخت ناراحت کرد، از مردم نه، از نیتتان خواطر باشید. زیرا کسانی که خالصانه به خاطر خدا خوبی می کنند، نه پروای تعریف مردم را دارند، نه پروای تنقید، و اجر نیکی را تنها از خدا انتظارند. چون خداوند مهربان ذره خوبی را به اجر نمی گذارد. حکمت خوبی کردن در همین است. یعنی میدونی که به قدرش نمی رسند، اما خوبی کردن را ترک نمی کنی. اگر خوبی را به خاطر بنده اش کردی و امیدی کفکوبی و منتداری شدی، بهترش از خوبی کردن دست کش، چون عاقبتش الکی معلوم است. هم قلبت از خوبی کردن میماند، هم از ثواب کلا محروم میگردی. پیش از خوبی کردن اول به قلب خود نظر کن. به خاطر خدا هست یا به خاطر بنده‌اش یا به خاطر آبروی و نفست؟